سلام به همه. امروز اومدیم برای بررسی اکورا RDX 2025 نسخه A-Spec یه بررسی کلی از بیرون ماشین داریم. توی ماشین رو نگاه میکنیم که چه فیچرهایی داره و البته که میریم برای تست درایو تا ببینیم مثلا حس و حال رانندگی چه شکلیه. خب ماشین تقریبا نسخه میتریم، یه تریم بالاتر از این داره، ولی خب چراغای جلو همه LED ان. یه حالت جیول آی داره، یه تعداد کوچولوی چراغ داره کنار هم که سیگنیچر اکورا. سنسور جلو و عقب داریم، یه لوگو بزرگ اکورا با این گریل مشکی. جلوی اگریسیوی داره مثل بقیه اکورا و هونداها. رینگای بزرگی داره و تقریبا گریه. اینجا آینه ها تاشو برقی نیستن ولی خب خیلی هم مهم نیست، ولی سنسور نقطه کور دارن و بزرگن و یه دونه ترن سیگنال هم روی آینه ها داریم. رنگ ماشین گریه که تقریبا رنگ خوشگلیه، با این رینگا مچ شده. سایز ماشین میت سایز مثل هوندا CR-V، یعنی خیلی بزرگ نیست، یعنی میت سایز، تقریبا کامپکت بگم حساب میشه. چراغای عقب پارشیالی دیجیتال هم، LED ان، دیجیتال که نه. ترن سیگنال هنوز اینکندسنتن، هالوژنن، قدیمی ان و خب برای این رنج قیمت قابل قبول نیست. ماشین آل ویل درایو. توی تست درایو همه اینا رو میبینیم. A-Spec همونجوری که گفتم تایپ S نداره نسخه RDX و سایز ماشین بزرگیه، صندوق بزرگ داره، متوسط، حالا بگم بزرگم نه، برای خانواده مثلا 4 نفره کاملا جوابگو هستش و یه حالت اسپورتی هم داره مثل بقیه همه اکورا. بریم داخل ماشین هم ببینیم که چه ویژگیایی داره. خب بریم داخل اکورا RDX 2025. سنسور اینجا داریم که دستمون رو میندازیم اینجا، در ماشین باز میشه. یه صندلیای قرمز، تریم داخلی قرمز خیلی خوشگل داریم. همینجوری که سوار ماشین میشیم در رو میبندیم. یه ولکام جذاب اکورا رو داریم، یه صدای خیلی باحالی داره، یه ولکام جالبی داره که من خیلی دوستش دارم توی محصولات هوندا و اکورا این هست. چرم قرمز داریم روی در که خب ماشین تقریبا لاکچری حساب میشه. اکورا برند لاکچری هوندا و توقعمون اینه که یکم لوکس‌تر باشه. داخلش مموری سیت داریم، صندلی‌های جلو برقی ان که صندلی‌ها چرم و جیرن، وسطش حالت جیر مانند داره. چرمی ان که کیفیت خوبی داره. فرمونم چرمیه. ماشین رو روشن کنیم، کلاستر رو ببینیم که کلاسترش آنالوگه که به نظر من برای ماشینی که سال 2025 تولید شده قابل قبول نیستش. باید ماشین دیجیتال باشه حتما. توی این رنج قیمت بین $50,000 کانادا تا $60,000 کانادا باید دیجیتال باشه. خیلی هم کانفیگورابیلیتی نداره، یعنی تغییری نمیتونی توش بدی، همینیه که هست. یه سری اینفورمیشن داریم. سرعت مثلا دیجیتال میتونی سرعت رو بذاری اینجا، ولی خب مثلا سرعت اگه دیجیتال گذاشتی دیگه نمیتونی مثلا بقیه چیزا رو داشته باشی کنار هم، ولی مثلا دیجیتالا میتونی تو چند تا چیز کنار هم داشته باشی، یه عالمه اینفورمیشن رو داشته باشی که خیلی جالب نیست برای ماشینی که این قیمت سال 2025. و مانیتور ماشین هم تاچ نیست و خب خیلی بده اینم. من دوست ندارم ماشین تاچ نباشه، مانیتورش باید تاچ باشه که بتونی راحت ازش استفاده کنی. یه تاچ پد اینجا داره که این تاچ پد خیلی راحت نیست، من دوستش ندارم، خیلی سخت کار کردم باش، یعنی که بخوای بین منوها بالا پایین کنی، ستینگ رو بری، نمیدونم فلان، اینا سخته. اون قدم صفحش بزرگ نیست. ماشین هم دوربین 360 نداره واسه این رنج قیمت. کلا اینفوتینمنت از تکنولوژی ماشین خوبی نیست، یعنی رقیباش مثلا لکسوس NX یا مثلا مازدا 650 خیلی از این بهترن. سردکن داره، گرمکن صندلی جلو داره، تهویه دوگانه دیجیتال داره. خب رنج قیمت توقعمون هم همینه. این دندش حالت دکمه‌ای شده که حالا چون پا موتور درایو نمیذاره بد نیست، ولی خب باحاله. درایو مود داریم که تو رانندگی می‌بینیم 4 تا حالت رانندگی داره، ولی خب هیچ تغییر نمی‌کنه. اونجا فقط یه انیمیشن اسپورت میاد. یه سقف پانورامای بزرگ داره. صندلیاش به نظر خیلی جذابه و طراحی توش هم قشنگه. کاشی که این دیجیتال می بود و این تاچ اسکرین می بود، ولی در هر حال حس جذابی داره. بریم ببینیم که حس رانندگی این ماشین چطوریه. خب اومدیم برای بررسی تست درایو اکورا RDX نسخه 2025 نسخه A-Spec. ماشین موتور 2 لیتری توربو شارژ داره، 270 اسب بخار، تقریبا 340 نیوتن متر گشت آور که خب توقعمونه که ماشین خیلی پرقدرت باشه و همینطور هم هست. الان توی تست درایو میبینیم خیلی حس خوب رانندگی میده به خاطر اینکه فرمون خیلی نرمی داره، سیستم تعلیق نرمی داره، ولی خب اکورا کلا یکم اسپورتی، یعنی که مثلا توقع داشته باشی مثل لکسس باشه یا تویوتا ها یکم نرم باشه، خیلی نرم باشن دیگه، اونجوری نیست، ولی هندلینگش از اونور خیلی خوبه. ماشین تقریبا نسخه فوله، یه نسخه بالاتر از این داریم، پلاتینیوم تک که بهش میگن، حالا تکنولوژی تقریبا نسخهش که یه دوربین 360 بهش اضافه میشه و هد اپ دیسپلی از این چیزا، ولی در کل اونقدر چیز اضافه تری نداره نسبت به این ماشین. لحاظ موتوری و اینا اونقدر فرقی نمیکنه. اینجا رو موتور ماشین قویه، صدای خیلی جذابی هم توی ماشین، صدای خیلی جذابی داره موتورش.
ماشین 10 سرعت است گیربکسش که خب خیلی جذاب ترش میکنه و پدل شیفترهای فلزی. تعویض دهندش مثلا ماشین آلمانی نیست، یعنی مثل BMW و اینطور چیزاست که اونقدر سریع باشه، ولی خب حس خیلی خوبی رو میده. اینکه یه کنترل روی گیربکس اتوماتیک ماشین داری خیلی جذابه. ماشینی بزنیم روی اسپورت که مورد علاقه خودمه. خیلی ماشین توی نسخه توی حالت اسپورت خیلی ریسپانسش سریعتر میشه، پدل شیفترها خیلی سریع عمل میکنن. یه دونه دی اس هم اینجا داره که اگه اس بزنیم اون وسط اس می‌نویسه دیگه، ماشین کامل منوال میشه دیگه، یعنی بعد خودت دنده عوض کنی که چیز باحالیه از اکورا. من اینو خیلی دوستش دارم که تقریبا منوال میشه ماشین و خودت بعد این پدل شیفتر رو دنده عوض کنی. حس خوبی داره رانندگی ماشین، قدرت زیادی داره ماشین، ولی تکنولوژیش اگه بهتر بود به نظرم گزینه معقول تری بود واسه خرید. به خاطر اینکه یه سری از آپشن‌ها رو نداره، مانیتورش تاچ نیست، میتونه مثلا گزینه خرید خیلی نباشه تو این رنج قیمتی که اینقدر هم به نظرم قیمتش بالاست. ولی خب اگه مثلا حس رانندگی رو دوست داری و رانندگی پرشتاب و هندلینگ فوق‌العاده دوست داری، اکورا قطعاً جزو بهترین گزینه است توی این مسائل. ماشین یه عالمه سیفتی فیچر هم داره، رادار بین خط داره که من رادار بین خطش رو روشن میکنم و کروز کنترل تطبیقی هم داره که ماشین خودش رو بین خط نگه می‌داره. مثل بقیه هوندا دیگه، توقعمون همینه که مثل بقیه هونداها این رادارها خیلی خوب کار کنن و واقعا هم فوق العاده‌ان. مثل همه هونداها که توقعمون هم همین ازش. هندلینگ ماشین فوق العاده است مثل همه اکوراها، یعنی حس فرمونی که داریم، یعنی اون تو دست بودن ماشین فوق العاده است. شتابگیری هم داشته باشیم. صدای موتور البته که اگر هم زیاد میشنوین صدای موتور رو، به خاطر اینکه ماشین صدای مصنوعی تولید میکنه از موتورش، یعنی اینکه همه این صدای واقعی خود موتور نیستش و یکمش صدای الکیه، صدای مصنوعیه که ماشین خودش از اسپیکراش میده. رادار بین خط داره، خود ماشین الان داره بین خط میره و کروز کنترل تطبیقی هم داره که خب مثل همه هونداهایی که تا الان بررسی کردیم فوق العاده کار میکنن، کوچکترین خطایی ندارن. الان رادار روشنه، خود ماشین بین خط الان یکم پیچش تنده الان ولی نگر میداره. رادارشو خاموش کنیم. من صدای موتورشو خیلی دوست دارم ولی گیربکسش اونقدر سریع نیست، یعنی اگه دنده عوض کنین اونقدر به سرعتی که دوست دارین دنده رو معکوس نمیده، ولی خب نگر میداره واقعا، یعنی دنده عوض نمیکنه. تا من زدم الان خیلی گیربکس ولی ریسپانسش بعضی موقع بده. اونقدر مثل طبقه آلمانی ازش خب نباید داشت دیگه، اونقدر پرفکت و دقیق سریع دنده عوض کنه. ماشین تقریبا وسط دیگه، یعنی شما قیمتی رو میدین که یه حس نصف نیمه یا مثلا آلمانی رو میده ولی خب دوام و کیفیت و فوق العاده بودن هوندا رو داره، یعنی مثلا ماشین 300,000 400,000 کیلومتر هیچ چیز نمیشه و خب این خیلی فوق العاده است، یعنی هر دو تا رو با هم داریم که خیلی جذاب ترش میکنه. توی اتوبان هم که واسه سرعت گرفتن و اینا اصلا کوچکترین مشکلی نداره. 270 دست بخار داره که خیلی خوبه واسه این ماشینی با این سایز. موتورش 2 لیتریه، موتورش یکم تحت فشاره بگم حالا به شکلی، ولی خب خیلی اوتپوتش زیاده. 270 دست بخور 320 نیوتن گشت آور داره که خیلیه، یعنی قشنگ وقتی پاتو میذاری رو گاز میچسوند به صندلی، میکنه ماشین واقعا بگم به نحوی و فوق العاده است. خیلی دوستش دارم از لحاظ سرعت. گیربکس بی‌نظیر ماشین نسبت به قیمتش با آلمانی من مقایسهش نمی‌کنم. و ترمزای بی‌نظیرش، یعنی اصلا حس نمی‌کنی الان من تون رفتم دیگه نمیتونم ماشین رو کنترل کنم، اصلا اکورا هوندا این حس رو نمیدن. فوق العاده ماشین توی دست پرقدرت، یعنی یه حسی داره که این ماشین هر موقع اراده کنی میکنه و خیلی جذابش میکنه. این خیلی جذابه. سرعت شتاب گرفتنش توی سربالایی، شیب شدید توی اتوبان سری معکوس میکشه. 10 سرعت اتوماتیک، ولی خب میگم پدل شیفترها تعویض دندش به اون سرعتی که مثلا از ماشین آلمانی توقع دارین قطعا نیستش، ولی خب جذابه با این رنج قیمت. دوام هوندا، دوام اکورا
و یکم حس اسپورتی و جذاب بودن، یه میکس خوبیه. کاشی که تکنولوژی این ماشین یکم بهتر بود واقعا، که خیلی گزینه جذابیش میکرد برای خرید. توی رانندگی شهری هم خیلی نرمه، یعنی اگه بزنیمش الان من بزنمش دیگه بس، بزنیمش توی مود کامفورت، موتور اصلا صدا نمیده. ولی خب مثلا اگر مثلا تخته کنین خب اونقدر سریع معکوس نمیکشه، ولی موتور کامل آروم میشه، بی صدا، دنده رو خیلی سریع عوض میکنه که دور موتور پایین باشه، مصرف سوخت خوب باشه. البته مصرف سوخت یک ماشین خب اصلا خوب نیستش، یعنی اگه واسه مصرف سوخت این ماشین رو کسی بخره کاملا اشتباه کرده، چون هایبرید نیستش و حدود 10 خورده 10 و نیمه، فکر کنم تا 12 اینا هم بره اگه خیلی پرگاز رانندگی کنید. و واسه مصرف سوخت نیست، بیشتر واسه رانندگی فان و حال کردن با ماشین. تا بخوای مثلا توی شهر من مصرفم خوب باشه، حالا خوشگل رانندگی کنم اینا، این ماشین اون نیست. مثلا اکیرا کلا این نیست. اکیرا ساخته شده واسه اینکه یکم لوکس‌تر باشه از هوندا و نسخه پرفورمنس هوندا باشه که واقعا هم هست، فوق العاده است. حس رانندگیش، سرعت، قدرت، شتابش، فکر کنم شتابش حدود 7 و نیمه که واسه اس یو وی با این سایز با این قیمت خیلی خوبه. و هندلینگش نسخه کامفورت همین که گفتم، توی کامفورت من خیلی بد الان پامو خیلی فشار دارم رو گاز که حالا بیاد یه معکوسی بکشه، چون که کامفورت توقع همینه که ماشین خیلی توی حالت آرومتر خودش باشه که بتونه راحت مصرف سوخت بالا رو بده و اکثر مردم هم توی کامفورت از این ماشین استفاده میکنن، مگر اینکه خیلی عشق ماشین باشین و رانندگی دوست داشته باشین. خب اینم از بررسی اکورا RDX 2025 نسخه ای اسپک. تو این بررسی سعی کردم که یه حس کوتاهی از رانندگی این ماشین رو با هم داشته باشیم، ببینیم که چجوری حس رانندگیش داخل و بیرونش شکلیه و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. مرسی.